به نام خدا، سلام و درود خدمت تمام شمازان عزیز. دوستان من بابت ویدیوهای قبلی که بهتون توضیح داده بودم، گفتم سه تا نکاتی که رعایت کنی حیونا هیچ موقع مریضی سر سراغ حیواناتون نمیاد. دوستان ما یکی این رفقامون رفته بودن گندم گرفته بود، بعدش بارم آورده بود گندمش هم برام نشون داده بود، گفتم بهتون نشون بدم که گفتم خیلی رعایت کنی، چون که مخصوصا به گندم خیلی رعایت کنی که اکثر گندم خیلی توش کثیفی هم هستن. یکی این که اکثر گندم هستن که گفتم دونه مشکی دارم، بهتون نشون میدم. یه لحظه دونه نشون بده دوستان. من این گندم که این بچه‌ها آورده بود بهتون نشون بدم. ناکنید سیاه هستن، ناکن خورد که میشه اینجوری سیاه میشن. باش من اینا رو بهتون نشون میدم. حالا من تو ویدیو بعدی باش بهتون نشون میدم که رنگش چجوری برمیگرده. اینا ناکن که چیز می‌کنی سیاه میشه، پودر میشه. اینا اگه حیوان بخوره در جا میکشه، از حیوانی چی واسش نمیمونه. الان من واسهتون یه آب میگیرم میشورم، ناکن کلا سیاه میشه. بهتون نشون بدم ناکنید. خودتون ببینید دیگه. اینا حیوان بخوره به نظر شما مریض نمیشه. باش خیلی از دوستا به من پیام میدن داشت ما با چیکار کنیم حیوانمون هر مریض میشه. دوستا اینا رو حتما رعایت کنید. آخه من خیلی از چیزا از ویدیوها رو من دیدم، مثلا حیونا خیلی بد مریض شدن. دوستا اولین مریضی که به روی حیوان میاد برای همین گندمه که گندمتون نمیشورین، همینجوری به کفتر میدین، خودشون هزار تا عامل مریضیه، هزار تا مریضی میگیره. این گندم نشون بده ناکنید چجوری سیاه شده. اون دونایی که من بهتون نشون دادم اونا گرفت، اونا که میشوری گرفتی اونا کلا سیاه میشه. حالا این هم خود حیوان بخوره گرفت، خود حیوان میمیره، هیچ از حیوان نمیمونه. دوستا حتما این نکات رو رعایت کنی. اصلی نکاتی که حیوانو که مریض میکنه همینه دوستا. اینو رعایت بکن. گندم حتما بشورید. بله افادم از عشقاتون بدور باشه. یا حق.